جالبه بدونید همین شیر ماده 130 تا 180 کیلو می باشه. و با مقاومت خود این پلنگ نر 31 کیلو توانست بار دیگر جون خود را بذارد روی دوشش و فرار کند. اما نه این شیر 130 کیلو بعید میدونم بخواد خیلی به این راحتی ها ول کنه این پلنگ 31 کیلو بشه. و البته ناگفته نماند پلنگ به خاطر جثه سبکی که داره خیلی راحت‌تر از شیر میتواند روی شاخه‌های درختان بماند، ولی شیر به هیچ عنوان بابت سنگینی که دارد به هیچ عنوان تعادل آن را ندارد مثل پلنگ که روی شاخه‌های خیلی نازک بایستد.